مرده؟ او مرده او امروز هم تخمه موندگی اون چوجا نکده کو؟ بچه نه امروز هم نبرو ورده این همی سعدی اوونیویچ کو هم پروفسور گفته بود که زنک همون گفته بود که همین تخمی تای پای مرغ باید در 20-21 روز چوجا بروره او با چی برم امرو راگنه؟ من نمیدونم اخی چی باید کرد؟ میگو مردک یک بار زنگش نمیزنی زنگش بزنم؟ یا بکو زنگ بزنم بسپرسش ماله بو پای کورچه ما زنگش بزنم ماله سلام علیکم سعدی اوونیویچ اکا یک خونه ما میوین؟ من کمتر کار دارم میشه که دیرتر بیام مایلی سلام علیکم پروفسور سوزه سلامتی خوب همان نظر شما نظر سوزه رحمت تینجای خاک تینجای همین شما گفته که 20-21 روز ده همون تخم باید چوجاش بروره این اما 3 ماه نگاه دارم چوجا نبرآورده هم تخمی موندگی نه نمیرم امروز ببینم اکا مایلی را تو کالو داری نداری آدم سال میکنه شما نفهمیدم اکا برای چی؟ چی گپه؟ چی گپه؟ آخه شما تخمی دوشاندگی ماندن کو؟ سادی جان این نو یک پریکولیچینیشی چخری پریکولیچینی؟ این همی زنکای صابیره کو؟ این همی صابیره خما؟ هم کارمون نه اومد در همین درو کو این هم خیلی غلاغلا شده چوها؟ جانگ شده نمیدونم بدون اکای صابیر چی گو یعنی که کار کد رفت اکای صابیر همجا تره ای زنک برای رفته هم بگی ولی با یک طوری موی سرم کو زور میشه بابای موی سر نداره کو؟ او ما هم همون را گفتانی بودم آخی یه سومن جان میگم همین روزای آخیر هم گشنه مونده سم میگم خونه برم یگان چی بخرم بیام عبید کنم ای بچه ولی ساعت 9 خیلی 9 ده که گشنگی دیا چیدم میمرم گشنگی دیا تو بشین ما میرم میام مایل خیلی برم هیچ که نبینه تبا خوشو برم ای بچه چو کدی رنگ رو پریدگی خیریتی قریب ریز میقبید ما گوش کنه برو اول میرم خونه اکی حکمت باشی یک دریکه میخری بعد خونه اکی حکمت خونه اکی نعمت بریم تربوز میخریم حالا وقتی که تربوز خوردم کو با میرم خونه قربان بریم خرگوش میخریم امری تو کو اینا قطی خرش اومده استن ساز یک تینجی آشنا هر کجا گفته آشنا ها را مخجان چه ساز تینجی سلامتی نازای ساز تینج جای بری قطعی خرتیون برادر ای با نمیدونی تو چه؟ نخوا همین عروس پیاده برو خود در خر سوار شوی راست میگم میتونی چی پیش بیوا کن نفهمم تو رو توس که نفهمی گابانی خمون و یه عروسی ما خرد شیشتن تو نه او ای بیمه چی آخی یا باشین اونم چه خر گریف گریخ
آره هوای Kay. باشه کم مخجان لب جای آره که نگذک لب جای تا کر نشود سه برگه های لب جای این یاری مرا خوابش بردی لب جای این یاری اوسا تو برو دیگه سلامتی از راه بچه جو میری این خیلی حالی کو 3 کیلومتر دیگه میره بیا جور همین یک آوازی چی خیلی؟ آوازی؟ ها؟ آوازی؟ زور آوازی آوازی زورا یا آوازی کنیم با میری یا آوازی کنیم آوازی میکنیم ها آوازی کنیم ها؟ زور تو پلنگ آوازی تمام آوازی میکنیم بیا آوازی خرطه آوازی میکنیم بیا یا که نگریزه آخی بیا من میبندم خرطه خرطه محیو میبنده بیا کیسو ببند حکمت که علی چند چکر نسه چی رفتی خیش توانای الان جا کشروک بای بیا محیو بیا آوازی بیا بپریم اونده بیا زور الان میجا چقدر باشو نه همینجا بپره وقت تو کنم هر روز آوازی میکنی همینجا ببخش کاز گفتم از خنجره بگیره چخر نیستن چیکار نه تو پلا ما همینجا بپرم مالی هop وای چیکار کردی وای ما کامو بپرم تو پلا وای میپرم وای چیکار کردی وای یک بچه چیکار میکنی دلشاد دو چیکار کردی سه یه بچه چیکار کردی سه بچه دل شده آوازی کنم چیکار کردی آوازی گفته که آوازی نمیکنه اولی بوسات بکش با بازی کن خیلی مالی اوسان کشتی ما میپریم اوده درنگ چی تو او خنکای بلی با سام آوازی میکنم ما نخوا که این بزا در همیجا ببندی آخی همه را خورده رای همه را سبا کده مرده کپا کوا جوما را پشتی جوما دیال کده سایو یا منو دام تو بگیری نمیمونی اگر خورم اسبا مو ویران کنه اختیامی بستون بز بخر نگاه میکنه و نگاه کنه چو میکنه هم گشنی چور خوره اینو پودینا رو جقیده اینو با بخلجانا رو چی میکنه باور که همین جاونی توی اختیامی بزن نه عصب مونده نه گفتی رسون نروی سران ویران شده با برا دکتر برا روزی بازار همجا مخمه کجا بری کجا میری با دکتر فراد کو نه اون جورم ده همسایه مونده زنگ زدیم دکتر گفتم بیا که عصبم ویران شده سرم من با هم پشت سرم هم خمه کشم خی چه؟ بیا بگو سرم ویران شد بیا بلند شدم جا بیا السلام علیکم علیکم السلام یا همین روز یک شنبه میمونن آدم را که جا داخلشون دام بگیرم بیا دکتر بیا ها تینجا ای در روزی استراحت هم آدم را فیرات کنین بشه باور که دکتر جون یا بز خریده روزی درو به اسبام خراب کنه اوزی اینه اسبام خراب شده جوری بزا او متم نمیخره خود متم نمیخره یا میخره با به عصبا را خراب دکتر جون کرده ببین راستی که نه همین مست کنم خب میکشم بولم بالا نگاه کردم بیستی با اندک سر میتیکو با اندک سوز میشم با هم خیلی میشم برای عصب گفتی ها؟ عصب این های پرشو که بگی؟ این با عصبا رو میکنن ها دکتر جان ایرا پیش خوراک خوردن نکنیو که بعد خوراک این برای خودت نیست برای کی اگه برای بز